قضیه بخشیدن. الله سبحانه و تعالی با علمش میدونه که اینها مشرکین، منافقین، دشمنان صحابه چه شبهاتی رو بیان میکنن. اولا در مورد این رضایت الله سبحانه و تعالی بگیم که این از جمله صفات الله سبحانه و تعالی است که قدیم است و ازلی است و ابدی است. وقتی که الله سبحانه و تعالی در مورد کسانی که در زیر درخت بیعت کردن، من این آیه رو بیارم خدمت شما عزیزان. با در حدیبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم اونجا با صحابه بیعت کردن و اینجا این آیه سوره فتح هست. شیعه چی میگن؟ میگن که پیامبر با صحابه، ابوبکر بود، عمر بود، حتی عثمان که به عنوان سفیر رفته بود. اصلا بیعت رضوان که مسلمان‌ها با رسول الله صلی الله علیه و در زیر درخت حدیبیه بیعت کردن بر این که تا آخرین قطره خونشون برای خونخواهی عثمان بجنگن، چون عثمان رو به عنوان سفیرش رسول الله صلی الله علیه و سلم به مکه فرستاد. شایع شد که چون عثمان دیر کرد، شایع شد که عثمان رضی الله تعالی عنه به شهادت رسیده توسط مشرکین. رسول الله صلی الله علیه و سلم عصبانی شدن که سفیر من رو به شهادت رساندن، یار من رو، صحابی من رو جمع کردن مسلمانان رو که بیایید بیعت بکنید که تا آخرین قطره خونمون بجنگیم با اینها و از این جنایت و خیانتی که کردن انتقام بگیریم. همه بیعت کردن الا یکی دو نفر منافقی که ذکرشون میشه در بعضی از کتب. دیگه همه بیعت کردن، خاصا همین صحابی که شیعیان بدشون میبینن اینا بیعت کردن و رسول الله صلی الله علیه و دست مبارکشون و دست چپشون رو بر روی دست راستشون گذاشتن، گفتن اینم دست عثمان. اینجا بیعت شد. بعد از این بیعت الله سبحانه و تعالی آیه نازل کرد. احمد جان نشون بده. سوره فتح آیه 18 لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خداوند راضی شد از مؤمنین انگامی که با تو بیعت کردن در زیر درخت در حدیبیه. شیعه چی میگه؟ میگه اینا در دل منافق بودن، در ظاهر اومدن بیعت کردن، سودی به حالشون نداره و بعد از این بیعت اینا رفتن دوباره بیعتشون رو شکستن و منافق و کافر شدن چون با علی بیعت نکردن. جوابشون رو در همین آیه الله سبحانه و تعالی داده. چی میگه؟ فعلم ما فی قلوبهم. الله میدانست که در قلب های اینا چی است. اگر در قلبشون نفاق می بود نمیگفت که لقد رضی الله عن المؤمنین. اولا اومد رضایت، بعد اومد ایمان اینا رو ثابت کرد. میگه لقد رضی الله عن المؤمنین. خداوند راضی شد، الله سبحانه و تعالی راضی شد از مؤمنین، یعنی اینا مؤمن بودن که الله سبحانه و تعالی ازشون راضی شد. چرا راضی شد؟ فعلم ما فی قلوبهم. میدانست که در قلب هایشان چی است. فانزل السکینه علیهم. بر اونها آرامش سکون رو نازل کرد و اثابهم فتحا قریبا. و اونها رو پیروزی فتح نزدیک نصیب نکرد که پیروزی مکه بود. در جنگ احد چی شد؟ تشکر میکنم احمد جان. در جنگ احد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه اومدند و در احد سنگر گرفتن در مقابل مشرکین. پیامبر صلی الله علیه و سلم به تعدادی از صحابه، عبدالله ابن جبیر در رأسشون بود، شاید در سیرت بارها پخش شده دیده باشید. در جبل الرمات کوهی بود، در کنار کوه پایه‌ای بود، به اصطلاح تپه‌ای بود کنار احد. در اینجا اینها رو گفتن 50 نفر رو گفتن شما اینجا باشید، از اینجا حرکت نکنید، حتی اگر دیدید پیروز شدیم، شکست خوردیم، اگر که پرندگان گوشت ما رو می‌خوردن شما از اینجا تکون نخورید، چون این موقعیت ثقل‌جیشی بود و مهم بود و موقعیت استراتژیک بود. پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی احساس کرده بودن که امکان داره از این طرف مشرکین حمله بکنن. جنگ که در گرفت، کفار شکست خوردن. خالد ابن ولید در کمین بود. وقتی دید که تیراندازا از اینجا نافرمانی رسول الله رو کردن، پایین شدن به خاطر غنیمت که غنیمت رو بگیرن. 10 نفر به همراه عبدالله ابن جبیر موندن و در اونجا به شهادت رسیدن. خالد از فرصت استفاده کرد، اون موقع هنوز مسلمان نشده بود، از پشت سر حمله کرد. در اینجا در وسط منگنه قرار گرفتن سپاه اسلام. رسول الله صلی الله علیه و آله زخمی شدن و صحابه فرار کردن. حقیقتی است، صحابه در اینجا فرار کردن. قرآن کریم در آیه اول که من اینجا خدمت شما عزیزان نشون میدم، در آیه 152 سوره آل عمران چی میگه؟
لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. خداوند وعده خود را با شما در جنگ احد تحقیق بخشید که شما داشتید اونها رو در آغاز جنگ میکشتید. حتی اذا فشلتم، بعد از این که شما سست شدید و تنازعتم، اونجا این 50 نفر درگیر شدن با فرماندهشون، فرماندهشون گفت نرید، اینا گفتن نمیریم، فی الامر در اون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بهشون فرمان داده بود، و عصیتم و نافرمانی پیامبر رو کردید، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از اینکه اون چیزی که شما رو نشون داد، یعنی پیروزی رو نشون داد که شما بر علیه کفار پیروز شدین. منکم من یرید الدنیا، از شما کسایی بودن که به دنبال غنیمت و مال دنیا بودن، و منکم من یرید الاخره، اون 10 نفری که موندن و نرفتن به دنبال غنیمت. ثم صرفکم عنهم، بعد از اون شما رو به اصطلاح نجات داد، از اونها منصرفتان کرد و این پیروزی که شما داشتید به شکست مبدل شد. هدف چی بود؟ لیبتلیکم، الله سبحانه و تعالی شما رو امتحان بکنه و این ابتلایی بود از طریق. بعد از همه اینا رو ذکر میکنه در مورد احد. چی میگه؟ ولقد عفا عنکم، الله سبحانه و تعالی شما را بخشید، از شما درگذشت. ای ابوبکر، ای عمر، اینا میگن که ابوبکر فرار کرد، عمر فرار کرد، در بعض روایات حضرت علی هم فرار کرد و دیگران صحابه همه فرار کردن، چی تو پراکنده شدن در اونجا، کسی نموند در میدان احد. الله سبحانه و تعالی در آیه 152 چی میگه؟ ای ابوبکر و عمر، ای صحابه، ما از شما گذشتیم، شما را بخشیدیم. مخاطب کی است در اینجا؟ ولقد عفا عنکم، الله شما را بخشید ای ابوبکر، ای عمر، ای صحابه‌ای که فرار کردید. این خطاب ویژه و خاص برای صحابه است که ای صحابه ما شما را بخشیدیم. مثلا حاکمی بیاد، ولله مثلا اعلی، بیاد یک شخصی رو مخاطب قرار بده، آقای فلانی، پسر فلانی، ما شما رو بخشیدیم. طرف چقدر افتخار میکنه که والا حاکم منو مخاطب قرار داد. الله سبحانه و تعالی از بالای 7 آسمان صحابه رو مخاطب قرار میده که ولقد عفا عنکم، ما شما رو بخشیدیم. والله ذو فضل علی المؤمنین. چرا بخشیدیم؟ که الله سبحانه و تعالی نسبت به مؤمنین فضل و بخشش داره. میگن خب اینجا خدا خطاب به صحابه گفت که شما رو بخشیدیم، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم چی؟ در آیه بعدی رو خدمتتون نشون بدم. در آیه 159، اینا تسلسل 152 است، بعد آیه 155 است. من در مورد رسول الله چون اینجا چیز کردم، صحبت کردم، میم در مورد رسول الله. در آیه 159 همین آل عمران در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میفرماد؟ فبما رحمت من الله لنت لهم، پس به سبب رحمت الهی است که تو با آنها نرمخو و مهربان شدی. با کی؟ با صحابه. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تو سنگدل می بودی، تندخو می بودی، یقینا از اطراف تو پراکنده می شدن. فاعف عنهم، از آنها درگذر، ببخششون. اشتباه کردن، فرار کردن، ببخششون. واستغفر لهم، نه تنها ببخش بلکه ای محمد صلی الله علیه و سلم براشون طلب استغفارم بکن. هم ببخش، هم طلب استغفار بکن، و هم وشاورهم فی الامر، با اونها مشوره کن. اینا مشاورین تو هستن، صحابه تو هستن. ببینید چند مدال میده اینجا. فاعف عنهم، اول ای محمد صلی الله علیه و سلم اونها رو ببخش. واستغفر لهم، برای طلب مغفرت کن. و شاورهم فی الامر، با اونا مشوره کن. اینا وزیران تو هستن، مشاورین تو هستن. فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین، و وقتی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا که خداوند توکل کنندگان رو دوست دارد. بعد از این یا قبل از این، بعد از اون که اونجا خطاب به صحابه گفته بود در آیه‌ای که ولقد عفا عنکم، ای صحابه ما شما را بخشیدیم در همین جریان احد، در آیه دیگه در اینجا خطاب به همه انسان هاست تا روز قیامت. 200 کارشناس شبکه ولایت و 13 تا گروه علمی و همه منافقینی که در طول تاریخ میان بر صحابه خورده میگیرن که در احد فرار کردن. یک بار الله گفت که از شما گذشتیم، شما را بخشیدیم، عنکم خاص برای اونها. در این آیه، در آیه 155 دقیقاً 2-3 آیه بعد از اون چی میاد؟ در اینجا چی میگه؟ ان الذين تولوا منكم، کسانی که فرار کردن، یوم التقى الجمعان، در اون روزی که دو گروه با هم دیگه روبرو شدن، در روز جنگ احد.
انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا. این به سبب این بود که شیطان اینها رو بلغزاند. نمیگه که خودشون اشتباه کردن، خودشون، شیطان اینا رو فریب داد، شیطان اینا رو لغزاند به خاطر بعضی از اون نافرمانی که انجام داده بودن. و ای انسان ها بدانید که ولقد عفا الله عنهم، الله یقینا از آنها درگذشت. اونجا گفته بود عنکم، ای صحابه‌ای که فرار کردید ما از شما درگذشتیم. اینجا خطاب به همه انسان ها، هرچه منافق و شیطانی که تا روز قیامت میان بر صحابه خورده میگیرن، میگه که ولقد عفا الله عنهم، الله سبحانه و تعالی از آنها گذشت. بابا خدا میگه که الله سبحانه و تعالی از بالای هفت آسمان میگه که ما از اونها گذشتیم. ای صحابه ما از شما گذشتیم، ای انسان ها ما از اونها گذشتیم. شما بنده های نازدانه و دردانه من هستید که اگر اشتباهی هم کردید ما از شما گذشتیم. ای انسان ها ما از اینا گذشتیم. خدا از اونا گذشت، به همه اعلان میکنه که ما از اینا گذشتیم. این آخوند فضول این وسط چیکار است که میگه که اینا فرار کردن و فلان کردن و علان کردن؟ اینها همون منافقینی هستن که فقط میخوان انسانها رو گمراه بکنن نسبت به کسانی که دین را برای ما رساندن، ناقلین دین ما، ناقلین قرآن و حدیث هستن، ما رو بی اعتماد بکنن. غیر از این هدف دیگری ندارن. ولقد عفا الله عنهم. چرا؟ ان الله غفور حلیم. خداوند بیگمان آمرزنده بردبار است. این سه آیه که در کنار هم میاد در این سوره مبارک، در سوره آل عمران، نشان دهنده این است که الله سبحانه و تعالی بعد از اون فرار اونها یا اشتباهی که انجام دادن، هم خطاب به خودشون اظهار بخشش کرده، هم خطاب به همه انسان ها اظهار بخشش کرده و به پیامبرش هم امر کرده که هم اونا رو ببخش، هم براشون طلب استغفار بکن و هم باهاشون مشوره بکن. این است جایگاه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اما کسانی که در دلشون بیماری است، مرض نفاق هست، اینا رو دیگه انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اینها مهر زده شده، بترسانی نترسانی ایمان نمی آورن. چشمهای اینها رو پرده غفلت و جهل و نادانی و شرک گرفته، بر قلبهای اینها مهر زده. بارها هزاران بار این آیه رو میخونن، این آیات رو میخونن، اما میان به مردم چیزی دیگری تعبیر میدن و دروغ میگن.